سلام. اخیراً شایعات زیادی رو تو اینترنت در مورد رفع فیلتر شدن یوتیوب و سایر شبکه‌های اجتماعی شنیدید و حتما ویدیوهای زیادی رو تو شبکه‌های اجتماعی مختلف مثل یوتیوب و فلان و اینستاگرام و تلگرام دیدید و همشون کاری که میکنن اینه که میگن اگر رفع فیلتر شد چه اتفاقی خواهد افتاد. مثلا مافیای فیلتر شکن به گام میره، اما هیچ کدومشون نمیان بگن که آقا اصلا قرار هست رفع فیلتر بشه یا نه، و همشون میان شما رو داخل یک ابهام قرار میدن که شما هم الان داخل همون ابهام هستید و هی منتظرید که رفع فیلتر بشه و نمیدونید که حقیقت درست چه اتفاقی میفته، چون همشون هیچ کدومشون نمیان به شما تمام موضوع رو بگن. اما امروز من 5 دلیل آوردم، 5 دلیل کاملا محکم و با سند که بهتون بگم که یوتیوب و هر شبکه اجتماعی دیگه و هیچ کدومشون هرگز رفع فیلتر نخواهند شد. چرا؟ به این 5 دلیلی که میگم آخرش از همه مهمتره. دلیل اول، لطفاً خبرها رو درست بخونید. هیچ جا نگفته که یوتیوب رو قرار ما رفع فیلتر کنیم و هیچ جا نگفته که مردم مطمئن باشن که ما 100% این نرم افزارها رو رفع فیلتر میکنیم و فیلترینگ رو برمیداریم. فقط رئیس جمهور پزشکیان آقای پزشکیان چند بار اومده گفته که ما در دستور کار قرار دادیم فیلترینگو یا رفع فیلترینگو، چیز دیگه ای نگفت. و بعدش هم این نکته همیشه مطرح می شده که یوتیوب اگر هم رفع فیلتر بشه برای یه سری اشخاص خاص مثل خبرنگارها و یا دانشجوها غیر فعال خواهد شد، نه اکثر مردم و تمام مردم. و چیز دیگری که بسیار مهمتر توی این نکته یک اینه که سال 1400 هم همین اوضاع بود. یعنی چی؟ این صفحه رو نگاه کنید ببینید، این خبرها رو که الان دارید روی صفحه میبینید اینا هیچ کدومشون مال امسال نیست، اینا مال سال 1400. مال کی؟ مال زمانی که روحانی رفت و ملت رأی دادن، رئیسی اومد، حالا با انتخاب خامنه‌ای رئیسی اومد شد رئیس جمهور و خیلی نقد بهش وارد بود اون زمان که آقا داره گیرونی میشه، داره بدبختی میشه. چرا؟ مثلا هر روز داره برخلاف وعده های آقای رئیس جمهور هلیکوتلت رئیسی داره هر روز بدتر میشه، هر روز داره این گیرون میشه اون گیرون میشه، اینترنت گیرون میشه و شبکه‌های اجتماعی هم هی سرعتشون کندتر میشه و این اعتراض بسیار به دولت رئیسی بود که چرا اینقدر وضع خرابه. ولی توی دولت آقای پزشکیان هم همین چیزا هست. این نگاه بکنید داره همه چیز گیرون میشه، مثل همون دوران رئیسی. و حرفی که طرفدار رئیسی میومدن میزدن چی بود؟ این که تقصیر روحانیه. الان هم پزشکیان میگه تقصیر رئیسیه. اینا همشون دارن گردن هم میندازن، هی ما رو این پاچه به اون پاچه میکنن، هی میگن برو یقه اونو بگیر، هی میگن بیا یقه اینو بگیر، در حالی که همشون مقصرن به همین راحتی. و رفع فیلتر یوتیوب هم این همونه که سال 1400 به ما کلی گفتن که قرار یوتیوب رو رفع فیلتر کنیم. خیلی ما گفتن که آقا یوتیوب چون محتوا مستحجن نداره دلیل نمی‌بینیم که فیلتر باشه، برای همین ما رفع فیلترش میکنیم. که مردم ریختن توی خیابون و اعتراضات سال 1401 شکل گرفت و اصلا هم نه یوتیوب فیلترش رفع شد و اینستاگرام تازه فیلتر شد تو اون زمان. و خیلی احتمال داره که این اتفاق توی دوران آقای پزشکیان بیفته به همون راحتی که توی دوران رئیسی افتاد، چون که یک عده از مردم الان فکر کردن که کشور عوض شده، فکر کردن که کشور داره درست میشه، در حالی که به هیچ عنوان درست نمیشه. چون الان ماه اصل پزشکیان، همه تو پزشکیان تازه اومده، همه فکر میکنن که وای داره کشور عوض میشه، در حالی که ایشون هیچ برنامه‌ای نداره، هیچ چی از خودش نداره. و اولا فقط میگه که باید در دستور کار قرار بگیره. و چی رو در دستور کار قرار بگیره؟ وقتی برنامه می‌ریزه. و دوم، دلیل دوم چیه؟ دلیل بسیار مهمی است، اینه که اصلا یوتیوب چرا فیلتر شد. دلیلش همونه، سال 84 اون دوران نوستالژیکی که یه عدتون به یاد دارید و یه عدتون خاطره‌ای ازش دارید، یه عدتون اصلا اون موقع نبودید و به دنیا نیومده بود. اما چی شد که یوتیوب اون سال فیلتر شد؟ به خاطر اینه که محتواهایی که ضد جمهوری اسلامی بودن داخل یوتیوب پخش شد و همراه انتخابات سال 84 اومدن یوتیوب رو برای یک مدتی فیلتر کردن و بعدش که انتخابات تموم شد دوباره رفع فیلتر شد به همین راحتی. و بعد ملت فکر می‌کردن که این رفع فیلتر یوتیوب همیشگیه، در حالی که همیشگی نبود. موند تا سال 88 دوباره انتخابات شد، دوباره احمدی نژاد انتخاب شد و انقلاب شد تو ایران، انقلاب سبز رخ داد، ملت ریختن بیرون، اعتراضات کردن و فیلم این اعتراضات به شدت داخل یوتیوب وایرال شد و اون زمان دیگه همه میدیدن و به خاطر همون یه عده میرفتن بیرون، چون اون موقع تلگرام اینا هم زیاد نبود و اصلش یوتیوب. و یوتیوب اون زمان به طور کامل در ایران بسته شد و کلا فیلتر شد تو ایران و هنوزم که هنوزه
فیلتر و آیا تغییری توش رخ داده؟ رفقا به من بگید آیا مثلا اون موقع که ضد جمهوری اسلامی پخش میکرده اومدن فیلترش کردن، از اون سال تا امسال آیا تغییری رخ داده؟ آیا توی یوتیوب دیگه فیلم ضد جمهوری اسلامی پخش نمیکنن؟ اتفاقا بیشتر پخش میکنن، اتفاقا تعدادش هم زیادتر شده، هم تعداد مردم معترض زیادتر شده، هم تعداد یوتیوبرهای معترض زیاد شده و عملا هر روز داریم ما ویدیوهای بیشتر ضد جمهوری اسلامی میبینیم. عملا یوتیوب همون یوتیوب جمهوری اسلامی هم همون جمهوری اسلامیه. شاید بگید دولت اصلاح طلب، دولت اصلاح طلب 8 سال روی کار بود، از سال 92 تا سال 1400 و هیچ کاری نکرد. تازه تلگرام هم گرفت فیلتر کرد آقای رئیس جمهور روحانی، سال 96 گرفت تلگرام هم فیلتر کرد. یعنی نه تنها هیچ کاری نکرد، هیچ چیزی رو رفت فیلتر نکرد، بلکه یک چیزی رو هم تازه فیلتر کرد. و دلیل سوم من برای اینکه یوتیوب هیچ وقت رفت فیلتر نمیشه همینه که تجربه بدی که ما در مورد نرم افزارهای قبلی توی دولت‌های قبلی داشتیم، این که به هیچ عنوان نرم افزار که فیلتر میشه رفع فیلتر نمیشه. یک بار سال 84 یوتیوب فیلتر شد، بعد سریعا بعد چند هفته رفع فیلتر شد، ولی اون نرم افزار الان سال هاست که تقریبا فیلتر و بعیده که رفع فیلتر بشه. چرا؟ چون که جمهوری اسلامی برای که همکاری کنه، برای اینکه با یه جای همکاری کنه، توی دولت آقای رئیسی اومدش گفتش که ما با شما قرارداد می‌بندیم، شما باید بیاید داخل ایران و تمام اطلاعاتتون رو مثل روبیکا، ایتا یا اینجور نرم افزار ایرانی به ما بدید و یه ساختمون هم مثلا داخل کشورمون بذارید، مثلا یه مرکز گوگل داخل ایران. ولی چه اتفاقی افتاد؟ اونا قبول نکردن. گوگل پلی قبول نکرد، تلگرام قبول نکرد، یوتیوب قبول نکرد و همه اینا نامه دادن و اینا هیچ کدوم قبول نکردن که اطلاعاتشون رو در اختیار جمهوری اسلامی بذارن و چون قبول نکردن اینا همشون فیلتر موندن و این اتفاق الان هم تجربه عملا به ما نشون داده که هیچ چیزی با تغییر دولت تغییر نخواهد کرد. یعنی از سالی که من نمیدونم، از سالی که شما زندگی کردید بگید هر روز داره بدتر از زمان احمدی نژاد که اکثرتون یادتون هست، وقتی که احمدی نژاد رفت اوکی روحانی اومد، روحانی چه تغییری داشت؟ هیچ. دوره دوم روحانی چه تغییری داشت؟ هیچی، فقط بدتر شد. رئیسی اومد چه تغییری داشت؟ هیچی، بدتر شد. الان هم که دوباره پزشکیان اومد، یک دولت اصلاح طلب اومد، هیچ تغییری نداره، این دولت آقای روحانی عمل میکنه، این رئیسیه، هیچ فرقی نداره. و دلیل پنجم که شاید این یکی مهمترین دلیل باشه، البته دلیل آخرم بهتون میگم، دلیل پنجم اینه که آقا اصلا رئیس جمهور یه آدم درست، دولت آقای پزشکیان فرق داره. آقای پزشکیان میاد یه چیزی رو مینویسه، یه نامه‌ای رو مینویسه که نرم افزار باید رفع فیلتر شه، ما باید فیلترینگ رو برداریم. اوکی این نامه رو برمی‌داره میبره میده به مجلس. حالا مجلس چیکار میکنه؟ مجلس که اکثرا آدمای ریشو کسخو، همین بسیجی‌ها که داره میبینیم اینا همشون تو مجلس ریختن. اینا به نظرتون قبول میکنن؟ اصلا قبول کنن. ما فرض میگیریم که مجلس دیشب آقا عروسی دخترش بوده، یکیشون که زنش بهش خوب فلان کرده، باش با هم حال کردن، دیشب آقا دخترش باش دعوا نکرده، دیشب حرفشو گوش دادن، دیشب یه حالی بهش دادن، دیشب حالا بالاخره با باجناق حرکتی زدن، یه حرکتی زدن، دیشب حال داشتن. اینجا اومدن گفتن ما می حالی به مردم بدیم، قبول کردن، اصلا قبول کردن، گفتن که باشه ما مجلس قبول میکند که رفع فیلتر انجام بگیره. بعد مجلس میفرسته به چی؟ به سازمان توسعه فناوری. سازمان توسعه فناوری چه گوی میخوره؟ سازمان توسعه فناوری اونم باز یه دریشوه، اونجا هم میان تحلیل میکنن، حالا احتمال زیاد که قبول نمیکنن ولی ما فرض بگیریم که قبول میکنن. حالا قبول میکنن میفرستن کجا؟ میفرستن دوباره مجلس که دوباره تایید بشه. حالا اگه مجلس دوباره تایید کنه که نمیکنه، ولی اگر کرد ما 1% میگیریم که اصلا مجلس تایید کرد، مجلس تایید میکنه. حالا مجلس میفرسته کجا؟ این نامه رو میفرسته به شورای عالی فضای مجازی. شورای عالی فضای مجازی کجاست؟ جایی که یه عده آدم کسخل این جلیلی توشن، اینا همه توشن. اوکی حالا به نظرت اینا قبول میکنن؟ اصلا بگیریم اینا قبول کنن. این نهاد تحت رهبری مستقیم بیت رهبری، تحت رهبری مستقیم خامنه ای. یعنی چی؟ یعنی تهش میرسه به آقا خامنه ای. اگر خامنه ای قبول نکنه هیچی پیش نمیره، عملا تهش هم میره. یعنی از رئیس جمهور نامه می‌نویسه میده به مجلس، مجلس میده توسعه فناوری، توسعه فناوری میده به دوباره مجلس، باز میرن چند تا سازمان دیگه. اینا همشون اگه قبول کنن تهش میرسه به شورای عالی فضای مجازی و این سازمان هم تحت رهبری خامنه‌ای. و همین راحتی کسشیری.
و بگه اصلا قبول نمیکنه. اگرم این اتفاق افتاد، این رفع فیلتر شد، پشماتون بریزه که خامنه‌ای این اومده قبول کرده که رفع فیلتر بشه. این دیگه باید برید توی سطح دیگه که یعنی باید تصورتون باشه. و دلیل ششم که خیلی هم بهش اشاره کردن، مافیای فیلتر شکنه. ببینید توی ایران اقتصاد آزاد ما نداره، توی همه چیز سپاه و دولت دخالت میکنه، همه چیز دست دولت. خب حتی اگر یه آدمی هم اومد گفتش که من خودم یه آدم اقتصاد دونم، من خودم دارم توی اقتصاد پیشرفت میکنم، فلان نهاد خصوصی دست منه، اون خودش سپاهیه. اوکی؟ یعنی هیچ نهاد خصوصی ما نداره یا نهاد خصوصی به شدت کوچیکن. اوکی؟ حالا این مافیای فیلتر شکن که اینقدر گنده است، این به نظرتون جدا از حکومته؟ به نظر من که نه. اگر جدا از حکومت بود نمی اومدن این کارو کنن. به نظرتون چرا باید هی میخوان فیلتر کنن؟ اینا که آدم روانی کسخل نیستن. شاید شما فکر کنید که اینا آدم ریشوی عقب موندن، اوکی، ولی اینا به فکر خودشونن. هر آدم به فکر خودشه، اینا به فکر پولشونن. وقتی اون رئیس مجلس میاد میگه ما طرح صیانت رو میخوایم اجرا کنیم، میخواد چیکار کنه؟ آره میخواد یه کار عادی رو بکنه، میخواد پول بهش برسه. چرا؟ چون اون نرم افزار فیلتر بشه، اینا خودشون میان فیلتر شکن میفروشن. یعنی خود اینان که دارن فیلتر شکن میفروشن. این چیز خیلی ساده است. فیلتر کن به جاش فیلتر شکن بفروش. در بزن، دیوار بزن، به جاش نردمون بفروش. به همین راحتی. در بزن، دور یه جای حصار بکش که دزدان نیان، بعدش نردمون بفروش، نردمون بذار توش، نردمون بفروش. از این راه کاسبی کن. به همین راحتی. کاری که الان دولت داره میکنه. و مافیای فیلتر شکن دقیقاً داخل دولته. حالا این دولت خسخله بیاد این مافیای فیلتر شکن هست بردار از توی کشور، وقتی که به نفعشه، وقتی که میدونید دیگه چقدر سیاست ما کثیف و فاسده، وقتی که اکثر مسئولین ما خودشون دستشون تو کاسه است، خودشون یه سودی دارن میبرن. آیا اینها واقعا به فکر شما؟ به فکر سود خودشونن. سود خودشون توی کشور عادی میشه سود شما، ولی سود خودشون توی ایران چی میشه؟ میشه همکاری با مافیا فیلتر شکن. به همین راحتی. این مافیا فیلتر شکن که اینقدر ازش حرف میزنید و یکی نمیاد بگه که آقا کسخلا این مال خود دولته. کسخلید شما. چطوری میتونی یه مافیای به این بزرگی باشه، این همه پول توی ایران منتقل بشه، این همه آدم از فیلتر شکن استفاده کنن، بعد شما بیاید بگید که نه دولت باید این رو حذف کنه؟ دولت کسخل مگه اینو حذف کنه؟ دولت ما دولت درست حسابیه. یه نگاه بکنید این مسئولین، اینا همون مسئولینن، هیچ تغییر نکردن. دولت پزشکیان عملاً مسئولینش همون دولت رئیسی هن. رئیسی و روحانی رو با هم قاطی کرده شده یه ان خالص. امیدوارم خوشتون اومده باشه. تا ویدیو بعدی. و پس نتیجه گرفتیم که به هیچ عنوان قرار نیست که فیلتر شکن ها بسته بشه. به هیچ عنوان قرار نیست که اصلا رفع فیلتر بشه، مگر اینکه اون بالاییه بخواد، اون شخصی که گفتم رئیس شورای عالی فضای مجازی، مگر اینکه اون بخواد. در غیر اون صورت هر کسی که بخواد نخواهد توانست. ایزی.